منو ببر مسافرت، حالا ببین حرف نزنه، خنگ نباشه. خنگ نباشه. آره خنگ نباشه. مسافرت برید آره. و حرفم نزن. حرف نزن. همش منو کیر کنه. باحال اینا. پس معیارات اینه که خنگ نباشه، محافظت کنه ازت، مراقبت باشه و حرف نزن. آره و خاطره تعریف کن. هر وقت خب من اجازه دادم خاطره تعریف کن. ربات. آره اسیری. بامزه باشه، بگه بخنده، حرف زیادی نزنه، بگه بخنده، فقط همه چی مسخره بازی. اینجوری مثلا شاید باحال شه. شاید. مطمئن نیست. آرتیست باشه. من تو آرتیستا اینو دیدم که بامزن هیچی جدی نمیگیرن، همینجوری خوش میگذره. ساز مثلا بلد باشه خوبه. یعنی پسری با این مشخصات بیاد تو بلا رو میگی. آره علی